به نام خداوند بخشنده و مهربان و با عرض سلام و احترام به شما شاگردان عزیز، کسانی که در صنف حضور دارین و کسانی که ما را بیننده هستین، امیدوار هستم تمامیتان در پناه خدا بوده باشین و روز و روزگارتان به خوبی و خوشی سپری شود. شما را خوش آمدید میگیم به یکی از درس های دیگری مضمون تاریخ صنف 11 درس سوم که عنوان درس ما و شما از افغانستان در عصر اموی ها در برگنده صفحات 9 تا 12 کتاب ما و شما. پیش از اینکه درس جدید خود شاگردان شروع بکنیم، آماده هستیم که یک بار بریم درس گذشته رو مرور بکنیم که در درس گذشته ما و شما چی خواندیم؟ بسیار خوب. در درس گذشته که عنوان درس ما و شما ورود و انتشار اسلام در افغانستان بود، ما و شما مطالب زیاد مفید را مطالعه کرده بودیم. از جمله که در درس گذشته اگر باید مانده باشه، ما و شما خوانده بودیم که سابقه آمدن اسلام در کشور ما و شما 15 قرن قبل است. یعنی 15 قرن قبل دین مقدس اسلام در کشور ما و شما آمد. و بعد از او در مورد از این مطالعه کرده بودیم که انتشار دین اسلام چطور صورت گرفت. در زمان خلیفه دوم، زمانی که اعراب و خلفای اسلام متوجه سرزمین های شرقی میشن که در حقیقت افغانستان هم در اون زمان در شرق شبه جزیره عربستان موقعیت دارن و در اینجا هستن که اونا منادیان و مبلغان خود را میفرسته به طرف این کشورها تا سرزمین های شرقی هم به دین اسلام گرایش پیدا بکنن. اما در مورد از هم خواندیم که اسلام همینطور با آسانی نامد در کشور ما. شما میفهمین که سخت است که کسان عقیده خود را کنار بگذاره و بیا یک دین جدید را اونا انتخاب بکنه. همونطور است نه؟ برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. بله، مثل که ما شما در درس گذشته خواندیم که کابلیان در مقابل اسلام خیلی مقاومت کردند. اونا یعنی خیلی از مجاهدین را به قتل رساندن، اما در نهایت این مسلمان ها بود که پیروز شدند. و در مورد دلایل پیروزی مسلمان ها هم مطالب را ما شما خواندیم. گفتیم که چیزهایی که باعث شد مسلمان ها پیروز شود در این امر دعوت اسلامی در حقیقت ایمان قوی بود. یعنی مسلمان ها می دانستند که مسیر را که حرکت میکنن یک مسیر درست است. اگر در این مسیر شهید میشنم امتیازات داره و اگر زنده می باشنم امتیازات داره. و همچنان مجاهدان خود را در غنایمی که از جنگ ها به دست می آوردن هم سهم می دانستند. یعنی پیامبر برای مجاهدین سهم را اختصاص داده بود و همچنان خلفا عین شکل. و همچنان وضعیت نابسامان کشور ما و شما هم خودش زمینه را مساعد ساخته بود که مردم افغانستان دین اسلام را بپذیرن، به خاطر که اسلام میگفت ما عدالت میاریم، مساوات میاریم و در حقیقت مردم افغانستان هم تشنه عدالت و مساوات بود، چون در اون زمان ظلم و ستم زیاد بالای مردم ما صورت میگرفت و به این خاطر بودن که مردم ما علاقمندی نشان دادن. و همچنان نبود یک اداره واحد در خراسان اون زمان، چون افغانستان در اون زمان میفهمید که نامش خراسان بود. در اون زمان در کشور ما یک اداره قوی نبود و به این خاطر بود که مسلمانان تونستن به راحتی شکست بدن و افغانستان را به دین اسلام دعوت بکنن. و همچنان عامل دیگه که پیروزی مسلمانان را به وقوع پیوست می بود که یک فرمانده لایق و با تجربه را پیامبر و خلفا برای مردم تعیین میکردن. اما بریم در مورد درس امروز ما و شما. شاگردان عزیز، در درس امروز ما و شما چند هدف داریم. یکی در مورد از این مطالعه بکنیم که اداره اموی ها چگونه بود، یعنی اموی ها چطور حکومت میکردن بر جهان اسلام. آیا حکومتشان حکومت خوب بود، ادارهشان اداره سالم بود یا نه، یا مشکلات های خود داشت. و همچنان آشنا میشیم در درس با وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان در زمان. خب آماده هستین که بخیر درس خود شروع بکنیم؟ بسیار خوب. شاگردان در مقدمه براتون در مورد اموی ها بگیم که اموی ها در سال 41 قمری که برابر است با سال 661 میلادی به خلافت جهان اسلام میرسن اینا و در حدود 90 سال
بر جهان اسلام اینا حکومت میکنن. و همچنان اموی ها که بودن یعنی بر بنیاد نظام قبیله‌ای بر جهان اسلام خلافت میکردن. یعنی چی؟ یعنی نظام قبیله‌ای دوست عزیز، شاگرد عزیز، به این معنی است که اونا در ادارات دولتی اگر اونا در جای والی تعیین میکردن، اگر در جای قاضی تعیین میکردن یا هر کسی را در دستگاه حکومتی تعیین میکردن، کوشش میکردن که کسانی باشه که از قبیله خودشان باشه و مورد اعتمادشان باشه. اینی طور مردم ها را اونا انتخاب میکردن و در حقیقت این موضوع رو اونا فکر میکردن که به نفع ماست. اما ببینیم که آیا این نظام قبیله‌ای به خیر خلافت اموی ها تمام شد یا به ضررشان. شاگرد عزیز، در تصویر شما اون مناطق را مشاهده میکنین که در زمان اموی ها تحت سلطه اموی ها بود. افغانستان در عصر اموی ها، شاگردان عزیز، عنوان درس ما شما است و در این زمان وضعیت اقتصادی مردم افغانستان خوب بود، اما اموی ها که بودن مردمانی بود بالای مردم ما مالیات بسیار کمرشکن را اونا تعیین نموده بودن. در اون زمان که افغانستان به نام خراسان یاد میشد، خراسان باید به حکومت مرکزی باید 40 میلیون درهم به قسم مالیات سالانه برشان باید پرداخت میکردن که خود از این باعث میشد که مردم ما روز به روز ناراض شده برن از خلفای اموی. و گفتیم که مالیات چون کمرشکن بود، مردم هر قدر زحمت میکشیدن تنها میتونستن امو مصارف خود را برآورده بسازن و برشان پرداخت مالیات خیلی کمرشکن بود و این خود از این مردم را روز به روز در مقابل خلفای اموی ناراضی تر ساخته میرفت. و همچنان در مقابل یک از مخالفین سیاسی اموی ها که عباسی ها بود. عباسی ها شما میفهمین که عباسی ها کیا بود شاگرد عزیز؟ عباسی ها اولاده حضرت عباس که کاکای پیامبر اسلام بود. اونا هم خود را بر حق میدانستند تا در جهان اسلام حکومت بکنه و از این طرف عباسیان کوشش میکردن که از ضعف اداره اموی ها استفاده بکنه و بیایم مردم را وعده های مختلف بده تا ای که مردم بر ضد اموی ها بخیزن و از عباسی ها حمایت بکنه. و در حقیقت شما میفهمین که در همچین حالات هر کسی باش استفاده میکنه و عباسی ها هم مردمان هوشیاری بودن که از ضعف اداره اموی ها استفاده کردن. بنان آمدن بر مردم وعده دادن، گفتن ما مالیات ها را سر شما کم میکنیم و همچنان بیگاری ها را از بین میبریم. شما میفهمید که بیگاری کار را میگه که یعنی کار میکنی اما مزد نداره، که در زمان اموی ها بسیار مروج بود و سر مردم کار میکردن ولی برای مردم مزد نمیدادن که بر ازی بیگاری میگفت و عباسی ها میگفتن ما این موضوع را کاملا از بین میبریم. و همچنان در اون زمان که بود زمینداران بسیار با تکلیف بودن، چون زمین زیاد داشت باید مالیه زیاد پرداخت میکردن. عباسی آمدن زمینداران گفتن که ما حقوقتان را رعایت میکنیم، شما بین از ما حمایت بکنین، همچنان شما را در حکومت سهم میدیم. خب این وعده هایی بود که عباسی ها برای مردم ارائه کرده بود و همچنان اینمی موضوع خودش باعث شده بود که اموی ها و عباسی ها با هم مخالف شده بودن. و در اینجا بود مثلا به طور نمونه در کتاب شما یادآوری کرده که در زمان خلافت اسد بن عبدالله که از سال 114 تا 117 که مصادف است به سال 735 تا 738 میلادی که چند نفر از طرفداران مخفی عباسی ها را اینا دستگیر میکنه و مجازات میکنه. و عین شکل همچنان نصر بن سیار که یک والی دیگری اموی ها در خراسان بود، اونا همچنان یک تعداد طرفداران عباسی ها را سخت زیر نظارت داره تا اونا مبادا بر علیهشان جاسوسی بکنن. بناهن هر کدامشان کوشش میکردن که به نحو بالاخره با هم مخالفت و دشمنی خود را نشان بدن و خود از این موضوع نشان میداد که اونا با هم روز به روز دشمنتر شده میرفتن. ولی با وجود این قیدگیری و این زور و ستم و شکنجه اونا نتونستن که امی میزان نارضایتی مردم از بین ببرن و مردم روز به روز از اینا ناراضی‌تر شده میرفتن. و در این قسمت شاگرد عزیز شما همون شجره‌نامه اموی ها را میبینید در تصویر که اموی ها بالاخره اولاده کی هستند و این طرف هم که خاندان بنی هاشم است
و در اون طرف هم که در کل تمامیشان برمیگرده به قبیله قریش و به خاطر معلومات بیشتر شما که بفهمین اموی ها مربوط کدام خاندان است. خب شاگردان عزیز، در این قسمت درس میریم یک مطالعه میکنیم که چی باعث شد که مردم در مقابل خلفای اموی قیام بکنن. انگیزه مردم چی بود که بالاخره با وجودی که گفتیم اینا قبلا به دین اسلام نبودن، اما اینا چطور آمدن در مقابل خلفای اسلام قیام بکنن؟ علت اصلیشان میفهمین شاگردان چی بود؟ یک فکر بکنین. علت اصلیشان شاگردان عزیز در حقیقت اونمو بود که گفتیم اموی ها که بود نظام قبیله‌ای را خوش داشتن. اونا حاکم، قاضی و امام و تمامی کسانی که در ادارات دولتی بود کار میکردن، اونا رو کوشش میکردن که از بین عرب ها انتخاب بکنه و از قبیله خودشان باشه، که در حقیقت این نه تنها که مردم خراسان را ناراضی کرده بود، بین خود عرب هم اختلاف به وجود آمده بود. یعنی کسان دیگه از خود عرب ها هم مخالف اموی ها شده بود، به خاطر که این موضوعات بر تمامی عرب ها هم تطبیق می شد. یعنی عرب ها هم نمیتونستن به جای حاکم شوند یا قاضی شوند، مگر کسایی میتونستن قاضی شوند که اونا به نحوی ارتباط داشته بود با اموی ها. خب بالاخره در کل در او زمان که بود یک علت دیگه که مردم خواستن در مقابل اموی ها قیام بکنن این بود که مخالفین سیاسی سرکوب می شدن و اونا نمیتونستن آزادانه عقیده خود را بیان بکنه و همچنان سابق که بود دربار اسلام که بود ساده بود، اما در این زمان مجلل شده بود. یعنی مصرف بالا رفته بود، بیگاری ها زیاد شده بودن و کارهای اجباری همچنان در این زمان روز به روز افزایش می‌یافتند. اما با وجودی که مردم ما به دین اسلام سخت ایمان داشتند، ولی با آن هم اینا از سیاست‌های خلفای اموی به سطوح آمده بودند و بناهن کوشش کردند قیام بکنند بر علیهشان، که یکی از قیام ها قیام ابو مسلم خراسانی بود که بر علیه اموی ها انجام داد. شاگردان عزیز، از درس امروز ما چه چیزها را شما یاد گرفتین؟ خوب است یک مرور بکنیم که ما شما در درس چی را یاد گرفتیم. اولا یاد گرفتیم که اداره اموی ها اداره بسیار سالم نبود و اونا مستبد بودن، اونا خودخواه بودن، کوشش میکردن تمامی مردم از دم و دستگاه خود و از قوم و قبیله خود انتخاب بکنن و همچنان مردم روز به روز از اینا ناراضی شده میرفتن و به می خاطر اونا رفتن از عباسی ها حمایت کردن که اونا مخالف سرسخت اموی ها بودن و در اینجا بود که عباسی ها هم از فرصت استفاده میکنه و برای مردم وعده های را میده و دیگر دلایل هم وجود داشت که مردم در مقابل اموی ها بالاخره مجبور شدن که قیام بکنن، که از اون جمله قیام ابو مسلم خراسانی را که انشاءالله در درس های بعدی میخوانیم به وقوع پیوست. شاگردای عزیز، امیدوار هستم که درس امروز را یاد گرفته باشین و حالا هم کتابچه و قلمتان را آماده بکنین که یک چند سوال را به قسم کارخانگی براتون بیان بکنیم. سوال اول ما است شاگردان عزیز، دلایل ازدیاد مالیات و بیگاری در عصر اموی ها چی بود؟ دلایل ازدیاد مالیات و بیگاری در عصر اموی ها چی بود؟ سوال دوم، علتهای عمده قیام مردم افغانستان علیه اعراب را نام بگیرید. علتهای عمده قیام مردم افغانستان علیه اعراب را نام بگیرید. سوال سوم، بیگاری و حشر با یکدیگر چه فرقی دارد؟ بیگاری و حشر با یکدیگر چه فرقی دارد؟ سوال چهارم، اسد و نصر والیان اموی در خراسان علیه مخالفان سیاسی خیش چه کردند؟ اینا سوالاتی است که امیدوار هستم شما در خانه حل بکنین اینا را و شاگردایی که در صنف هم هستین امیدوار هستم سوالا را حل بکنین که بخیر روز آینده باز کتابچه شما را میبینم. تا درس دیگر خداوند یار و نگهدار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.